سلام رفیق، همراه من باش با کانال دنیای راز و سری ویدیوهای زبان بدن رو از دست نده که خیلی به دردت میخوره. این قسمت در مورد احساس ناامنیه. همه ما گاهی احساس میکنیم که در جمع‌ها یا موقعیت‌های خاص کمی ناامنی داریم. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که این احساس چطور توی حرکات و رفتارهای ما نمایان میشه؟ توی این ویدیو کوتاه به شما نشون میدم که چطور زبان بدن میتونه احساس ناامنی ما رو منتقل کنه و چطور میتونیم با شناخت بهتر این زبان خودمون رو قدرتمندتر نشون بدیم. مختصر چند تاشون رو براتون توضیح میدم. وقتی کسی احساس ناامنی میکنه عموما این علامت ها رو میشه توی حرکات و رفتارش دید. پاهاش رو مدام تکون میده یا با دستاش بازی میکنه، یعنی استرس داره و نمیتونه حرفش رو بزنه. به زمین یا میز نگاه میکنه و اصلا چش تو چش نمیشه، یعنی نمیخواد راستشو بگه و داره یه چیزی رو مخفی میکنه. دستاش رو توی جیبش قایم کرده، یعنی داره از خودش محافظت میکنه و نمیخواد زیاد خودشو نشون بده. قوز کرده و بدنش رو جمع کرده، نشونه اینه که احساس آسیب پذیری و ترس داره. وقتی کسی دستش رو به صورتش میکشه یا گردنش رو لمس میکنه، یعنی به شدت استرس داره و کلافه است. به دیوار یا صندلی تکیه داده، یعنی داره با یه چیزی تو ذهنش کلنجار میره و نیاز به حمایت داره. لبخند میزنه اما چهرش خیلی طبیعی نیست. احساس خشم یا حسادت داره. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن و منتظر قسمت‌های بعدی زبان بدن باش. بدرود.